سلام علیکم دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز قراره شما رو 2 جا ببرم. یکی مهمونی توی باغ با دوستام، یه مهمونی جمع و جور کوچولو، و دیگه میبرمتون دیدن یه خونه خیلی قدیمی، خونه خیلی قدیمی تاریخی در واقع وسط شهر شیرازه. آسون بود برام، رفتم دیگه. و میخواستم یه جای دیگه هم ببرمتون. امروز هم رفتم فیلم بگیرم، هوا ابری بود، خیلی عالی بود به هر حال، ولی متاسفانه فقط اطرافش رو تونستم فیلم بگیرم و نتونستم تو برم به خاطر اینکه بسته بود، تعطیل بود. نمیدونم چرا، هیچ کس هم نمیدونست. از هر کس کافی شاپ های اطراف میپرسیدم، هیچ کس نمیدونست. خب بریم ببینیم. شب قبل از رفتن به مهمونی باقلوای فرد علا درست کردم. میخوام برم یه چیزی از این نونیه بگیرم، با ژاله ته‌بندی کنیم، چون که نهار دیر گیرمون میاد. ببینیم چی میشه. یه نون و پنیره، این نون و پنیر گردو اینجا داره. میخوام یه مقدارشو بدم ژاله بخوره، یه مقدارشو هم خودم بخورم. البته خیلی بزرگه، نمیتونم فکر کنم همشو بخورم. بیا. بعد نیم نگاه، پر از چیزه، پر از کنجده. بد نیست، خوشمزه است. جاد سبز اینا بچه قدیم میگفتن آمریکایی ها. خیلی زحمت کشیدید. رجیم دوباره بگیر. خیلی زحمت کشیدید. دستتون در نکنه. زحمت کشیدید. همه چی عالی. چه رفتم پایین. بفهم بی بابا بالا. پس ژاله جون کجاست؟ الان تشریف میاره. الان که گاو خوردم. من یه برگ گذاشتم دیدم. من بذار راحت بشینم. خونم تمیز، مرتب، رنگ شده، در کابینت درست شده، در عوض شده. اصلا بهشون نمیمد یه آدم های عوضی باشن ها. یه زن شوهر مرتب خوبی هم بودن که همینه مشکلش اینه. الان خیلی بزرگه ولی خیلی خوبی و هر گوشی نشده اونا با هر گوشی برامون خال بگیر فرزانه، خال بگیر، خالت بگیر، خالت بگیر، خال نخود بیر فالتون بگیر، فال ورق میگیره، فقط ماهره فال ورق فرزانه. نه قهوه هم
همه چی برداشتم اومدم دیدم قهوه‌ام تموم، قهوه ترکم تموم شده. اگه قهوه ترک دارین اینجا الان براتون درست می‌کنم. من از باغ حوض یه جایی هست قهوه جنوب. توی خیابون انوری یه خونه تاریخی هست به نام عمارت شاپوری. اولین بار بود می‌اومدم اینجا. رفتم رستوران که مثلا نهار بخورم که بعداً براتون میگم چی شد. قهوه با باقلوا آورده، باقلواش خیلی بزرگه. قهوه با باقلوا آورده، باقلواش خیلی بزرگه. نمیدونستم اینقدر بزرگه وگرنه سفارش میدادم. نگاه کنید این دست من اینم باقلوا. این باقلواش مزه یه شیره فقط میده، اصلا هیچی توش نیست، نه هل نه دارچینی. همه رفتن برای اینکه دیره، فکر میکنم ساعت 12 اینا باشه دیگه. مردم رفتن دنبال نهار خوردن. من عمدن این روزو اومدم که ساکت و خلوت باشه. عصر می اومدم خیلی اینجا شلوغ‌تر بود. اینجا عصر خیلی شلوغه نه؟ عصر شلوغ‌تره. پنجشنبه شلوغه، واسه هفته نداشت. رفتم برم رستورانشون، منو رو دیدم، هر پرسی غذا 1,000,000 تومان، 960. اصلا کمتر از اینا نداشت. به کجا رسیدیم؟ 1,000,000 فقط یه پرس غذا. برای همین مجبور شدم بشینم این باقلوا رو بخورم. گفتم حالا که اومدم عمارت شاپوری رو ببینم. خب اینم از عمارت شاپوری. چیز خاصی نداشت ولی بدم نبود، به شرطی که آدم تنهایی نره. از عمارت اومدم بیرون و میخوام سوار ماشین بشم و برم یه جایی یه چیزی برای خوردن گیر بیارم. اومدم فروشگاه رفاه که یه چیزی برای خوردن بگیرم. از همون اول گوشی دستم بود و فیلم گرفتم. نگهبانی گفت ممنوعه. اهمیتی ندادم و رفتم از غذاها فیلم بگیرم که یه مردی تونتون اومد و گفت چرا هماهنگ نکردین؟ بعد پرسید از کجاها ویدیو گرفتم؟ نمیدونم ذهنش دنبال چی بود. خلاصه آدم همیشه برای این ویدیوها دلهره داره، حتی تو جاهای عمومی. و طبق معمول منم که چشم دنبال غذاست. خنده‌دار اینجاست که در این ویدیو بیشتر به غذا پرداختم. البته آگاهانه نبود، ولی خب من همیشه توجه ویژه‌ای به غذا دارم. باید یک کانال جداگونه بذارم فقط برای غذا، البته آموزش نه ها.
دلمه، کوفته، انواع کباب و به خصوص کباب ماهی غذاهای مورد علاقه منن. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. اگه سابسکرایب کنید که منت گذاشتیم. خلاصه هر کاری دوست داشتین بکنین اجباری نیست. تا برنامه بعدی که یه ویدیوی مخصوص میخوام براتون آماده کنم، فعلا خداحافظ. دیگه بعضی بخاطر چقدر شد؟ قابل ندادم یا 388. گفتم جعبه رو عوض کنم چون تو هم چپیده بود. 3 تاشو خوردم، سرد بود. بقیهش مونده، میبرم خونه گرم.